سلام، چطوری؟ حالت چطوره؟ امیدوارم که حالت خوب باشه. من داشتم این قسمت دوست داشتنی گوشواره ها رو انجام میدادم. این مرواریدا رو برای پایین گوشواره انارک درست میکردم. خیلی کار لذت بخشیه. گفتم بیام برای شما هم درست کنم، بهتون یاد بدم، شب به دردتون بخوره. بیا استوری بعد ببین. برای این کار مروارید میخوایم، هر سایزی که دوست داشته باشید و مفتول، ترجیحاً 5/10. حالا یه دونه پایین و بالا اشکال نداره. یک دم گرد، ابزار دم گرد برای گرد کردن مفتول و یه دونه هم برای بریدن. حالا اگه از این کفچینا دارید، کفچین، سیمچین، هر چیزی که بشه مفتول رو برید. البته این مفتول انقدر نازکه با قیچی هم میشه بریدش. برای شروع